باور کنی یا نه توی نصف روز هم کنارای 500 ساله دیدم، هم کنار رودخونه کباب خوردم، تخم غاز پیدا کردم و بستنی ثبت ملی شده خوردم. پس با من همراه باش، میخوام ببرمت به روستای برغون. شایدم شما بهش میگین ساوج بلاغ. جایی که میریم با تهرون فقط 1.5 ساعت فاصله داره. کلی باغ داره که با پرداخت ورودی میتونی از منظره قشنگشون لذت ببری. اولین چیزی که توی این منطقه نظرمو جلب کرد این چنار پیر بود که میتونستی داخلش بشینی. یکی از چیزای معروفی که این منطقه داره همین چنارای چند صد ساله هست که خیلیا برای دیدنشون به اینجا میان. اونایی که منو میشناسن میدونن من عاشق پلم. هر چقدر پل با ارتفاع بیشتر و ناامن‌تر جذابیتش برای من بیشتر. اگه برای عکاسی توی فصل پاییز به یه جای خاص نیاز داری، من اینجا رو پیشنهاد میکنم.
اومدم از این فیلم‌های ادایی بگیرم که این کوچولو که بعدا فهمیدم اسمش لیاناست اومد تو تصویرم. پس دعوتش کردم تا به صورت اختصاصی ازش فیلم بگیرم. اونم برای خوشگل شدن فیلمش از دل و جون مایه میذاشت. بعدم خواهر بزرگترش رو دعوت کردیم که وارد تصویر بشه. این وسط لیانا به آوینا که خواهر بزرگتر بود آموزش میداد که چجوری قدم بزنه. انگار داشت به یه مدل کتواک آموزش میداد. نزن از خانه بیرون نشستم زبلیرون اینجا رو تو خانه دارم پس دلشوره دارم. حالا دیگه وقتشه قدیمی ترین چنار اینجا رو بهتون نشون بدم. این الان چند سالشه؟ 450 تا 500 و اون 300 تا 350 ولی باید قیمت بیشتری داشته. بیشتر از 500 یعنی؟ چون نوشته بود که اصلا این رسوم مال زمان ساسانیان خیلی هست درست. این درخت اونقدر بزرگ بود که فکر میکنم میشد یه فرش 3 متری داخلش پهن کرد. اگه به برقون سفر کردین پیشنهاد میکنم این بستنی رو از دست ندید. کنار این بستنی یه ظرف آلو رو به انار بهتون میدن. به نظرم ترکیب معرکه‌ای بود. حین خوردن بستنی داستان کباب غاز از محمد علی جمالزاده رو براتون تعریف کرده بودم، اما متاسفانه میکروفونم وصل نبود، پس خلاصش رو توی دیسکریپشن براتون مینویسم. حالا دیگه وقت خدافزی با این روستای قشنگ رسیده بود. راستی ویدیو بعدی پر از صدای آرام بخش رودخونه است. اگه اهل آرامش و دوری از شلوغی شهری منو سابسکرایب داشته باش.